وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 26 می راضی شدند که اموال تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک فروخته و قرض دو بانک در نزد دولت برگردانیده شود. اما درباره امانت مردم چیزی نگفتند. حکومت تاجیکستان سال 2016 برای نجات بانک‌های دچار مشکل شده در عموم 3 میلیارد سومانی یاری کرده بود. در همین حال بنیاد سقوطی یا بیمه پسندازهای مشتریان گفته است امانت مردم با پول ملی تا 30,000 سومانی و با اسعار خارجی تا 21,000 سومانی پوره جبران کرده می شود. پولهای باقی مانده در روند برهمدهی پرداخت خواهند شد. از بازخواند مجوز و قطعی کار دو بانک یک زمان بزرگی تاجیکستان اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک 5 روز سپری شد. در حالی که مقامات درباره چگونگی بازگردان امانت مردم، شرط و شرایط و مهلت آن چیزی نمیگویند، رادیوی آزادی روز 25 می از تاجدین پیرزاده مؤسس و یک از سهامداران تاجیک صادرات بانک پرسید که روند برهمدهی چگونه صورت خواهد گرفت. یگان پرابلم نیست، ما در هماهنگی هستیم. امروز یک هفته دیگه شاید مدیریت موقت از بانک ملی تاجیکستان کار فعالیت بکنه، بعد مدیری برهمدهنده میشود. از شاید 10 روز دیگه ممکن یک هفته دیگه رسول مهند بکنه کی میشود و بیاد مول هست دیگه هست، مبلغای ذخیره هست در بانک ملی هست، مبلغای از حساب کفالت امانت‌های شخصی هست. او ایسته مردم قد حساب کتاب میکنن. ما هم در همینجا میباشیم در گرد اطراف همین مدیری برهمدهنده تا اون وقتی که مبلغ مردم پورا حساب کتاب کنن. شما باور دارید که مردم امانت خود را پورا گرفته میتوانند؟ حتما. ما در مدت 4.5 سالیم گردانی بعضی پرابلم‌های چی داشتیم که ما اجازه جلب کردن نداشتیم از مردم نباشد. این کار ما برای حل میکردیم. نو واسه از این ما 1 میلیارد فقط پول شخصانی واقعی را گردوندیم در 4 سال و 6 ماه. باز این ماندگی پول شخصانی واقعی تاکی 400 میلیون سومانی، کمتر از 400 میلیون و هم مبلغ هست. بعضی مبلغ که تو من 30,000 سومانی را از یک بار میگیرن، اینو میتونن در نوبت اول از حساب ذخیره ما این گیرن همگی 1,200 1,300 امانت گذار میموند. بعد مالکیت‌های بودگی هست، با مالکیت است. بعد پارسل قرضی ما در این زمان هست که جوابگو است. مثلا پارسل قرضی ما با نظر داشت فویزدوک تا 1.5-2 میلیارد سومانی است، لیکن مردم نگردون. ما گردنده است کم ما گرفته دوده شده مرد. و من باوری کامل دارم بانک‌های پیشینه 4 سال و 3 سال نمیکشد، شاید که در 6 ماه یا 1 سال مردم مبلغ شگیره. برای آینده چی نقشه ها کشیده اید؟ باز نیت تشکیل بانک نو را دارید؟ با فکرم حاضر من همه فکر و ملاحظه‌ام همه خواهش من همین است که در نوبت اول مردم قطعی حسابی کنیم که فردا نسبت ما یا که نسبت فرزند ما نسبت یکم اطرافیان ما مردم یکم گپ نزنن که در سالهای طولانی که شما گفتید من از سال 99 اینجا در این بانک کار میکنم، در این بانک سهامدار هستم، مبلغ‌های خیلی زیاد وارد کردم، سهمیه‌های خیلی زیاد خریداری کردم، بانک رو ساختم. برای همین امروز خواهش من اول در نوبت همه فکر و خواهشم همین مردم حسابی کردن است. و بس از اون که من در کار نیستم، که هر روز میایم میشینم صحبت میکنم با قرضدارا، با شخصایی که ما سالهای طولانی کار کردیم، انشالله که اجرا میکنیم. اول اینا کنیم بعد فکری دیگه میکنیم، بعد دیگه چی مقصد است. ما نه تنها بانکیر هستیم، ما معلم هستیم، برای ما کفایت که رفته در دانشگاه درس این هم یک افتخار است برای ما. حال این زمان فقط فکرمون مردم حسابی کردن. سبب اساسی به بحران گرفته شدن بانک رو در چی میبینید؟ چند عامل ها هست مفلس شوی یا که برای پرابلم شدن در بانک ها. من بانک یک چیزی نازک است، سیستم مالی خودش نازک است و بانک بون نازک است. این از باوری آدم‌ها وابسته. خیلی یک اوضاع کنن که من امروز فلان میشود، امروز پرابلم دارد بانک صادرات، الکی یک بوداری که سخت به بانک میرسد گپ در سالهای 15-16 شده بود که حالا این بانک نمیتواند نمیکند. حالا که در وقت ما پرابلم پیدا شد، یکم پرابلم جدی نبود، لیکن مردم اومدن و طلب کردن ما رو مبلغ منتین، ما رو گردانین، ما شنیدیم که بانک‌های شما بند میرود، بانک‌های شما مفلس میشود. این الکی سر شد از سال 15-16. نه تصور کنید که سال 2009 اگر شما ژورنالیست میدونید که کریدیت
یک کریزیس بانکی بود. قدر بانک‌های کلان که در انگلیس و در امریکا و مثلا بانک‌های اروپایی تا 700 سال عمر داشتن ولی ورشکسته شدن، از بین رفتن. سبب فقط یک ایپوتک. اما اعلان کردن که ما ایپوتک دادن، بانک‌ها پولی مردم جمع کردن و مهلت 5 تا 50 سال ایپوتک دادن، رفت. مردم خانه خرید، مردم ماشین خرید، مردم دیگه کارهای بیزنس شرکت، بیزنسی که با ایپوتک وابسته است. ولی در یک روز مردم اومدن پیش بانک‌ها مبلغمون رو برگردونیدیم که پرابلم بانکی است، شنیدیم که مفلس‌شوی بانک است. یگان بانکی نه اروپا نه امریکا نه تاجیکستان نه دیگر نمیتواند تاب آورد اگر مبلغ گذار و امانت گذار امروز 30% بیاد طلب کند، مبلغ زیاد نیست، 30% اگر طلب کند نمیتونه تاب آورد. مبلغ علاقه در ساحه‌های مختلف کار کرده است، یا که تجارتی یا که مثلا ایپوتک یا دیگه مبلغ نمیتونه در بانک ایستاد و هم مردم فایز گیرد هم مبلغ در بانک مبلغ رو باید مبلغ گذاری کرد. من این یکم از حساب اوازه من گفتم که مثال آوردم سال 2008 9 که پرابلم ایپوتک بانک‌ها شد، بانک‌ها از بین رفت. و بعد سال 14 15 که من نسبت بانک‌های ما همین گپا بود، ما بعضی آدم‌ها را که تشکیل کننده با واسطه مقامات دستگیر هم کردیم که در خرطش یک سامانی دارد، 20 کس از پشت آورده در برای بانکمات‌های صادرات بانک قطار مانده بود. این سببی عاملی که اوضاع مثلا کمبینی بعضی آدم‌ها مشاهده. و دوم بعد سعودی تاجیکستان نگرانیش به مبلغ‌های انتقال که از روسیه می‌آمد از اون است. یکی از برای کورسی پول روسی 2 برابر بالا رفت و کاری بانک‌ها سود شد، کاری استثمارات سود شد، مبلغی که کل کم شده از طرف روسیه. ببینید خرید 2 برابر، خرید 2.5 برابر کم. اینم علاقه تاثیرش میرسونه، ترجیح خریداری مردم پس میشه. خرید گرمدن عاملی اقتصادی داره که پیوسته است یکی با دیگره. اینم تاثیر اصلا مردم اومده امانت چه طلب. وقت امانت از روسیه پول که نمیاد به اویلای مردم نیازمند، آخران امانت چه اومده از بانک طلب میکنه که زندگیش پیش بره. انا این دویم سبب بود که خیر با سببای دیگرش که از که در آینده بعد. تشکر برای صحبت.